سلام به همه دوستان. بهتون گفته بودم یه برنامه کاربردی معرفی کنم بهتون. اینه که برای اون دسته از عزیزانی که شاید راجع به این برنامه اطلاعاتی نداشته باشن، خیلی برنامه خوب و مفیدیه. تو گوگل پلی که سرچ بکنید این لوگو رو تو ذهنتون باشه، این لوگوی این برنامه است و برنامه هوش مصنوعیه. شما اگه دقت بکنید توی رلزای قبلی من عکس منظره و این چیزا گذاشته بودم، برنامه در واقع هوش مصنوعیه. خیلی برنامه خوب و کاربردیه و میتونید ازش استفاده بکنید. فعلا هم رایگانه، حالا برای من چیزی از بابت خیلی هاشون هستن پولیه که تو کشور ما خیلی مردم خواستار این برنامه‌های پولی نیستن و کارایش خیلی خوبه، اطلاعات خیلی خوب و مفیدی میده، تصویر براتون خلق میکنه. حالا من بهتون نشون میدم. ببینید الان این قسمت مثلا یه قسمت داره که میتونید تایپ کنید. خب تایپ هم که بکنید هر چیزی رو که شما تایپ کنید بهتون اطلاعات میده. حتی اگه تصویری بخواید خلق کنید توی اون قسمت تایپ درخواستتون رو میدین و براتون تصویر خلق میکنه. بغلش هم که یا به قول معروف گزینه داره میتونید صوتی باش ارتباط بگیرید. حالا من الان رو قسمت صوتیش میزنم. سلام، خوبی؟ یه تصویر طبیعت برای من خلق کن. تصویر طبیعت برای شما آماده است. امیدوارم خوشتون بیاد. You can check out the images in our conversation history. ببینید الان این تصویر خلق شده و در واقع قابل اینه که شما ذخیره کنید و میاد تو گالریتون. خب حالا من چون دارم با 2 گوشی این چیز میکنم، در واقع فیلم برداری میکنم، کیفیت نداره متاسفانه، ولی خب حالا شما به بضرگی خودتون متوجه شدم ببخشید. شما دارید همزمان از 2 گوشی استفاده میکنید. حالا من اگر الان لازم صحبت باشه که میکنم اینم تصاویر داره ذخیره ضبط بشه، میکنه. همه تصاویر عرض به حضورتون که به همین شکل تایپ هم که بکنید براتون میاره هر اطلاعاتی که بخواید. بعد این حالا راجع به تصویر بود، راجع به خیلی چیزهای دیگه، اطلاعات فرهنگی، اطلاعات تاریخی، تحلیل و بررسی، حتی مثلا تو زمینه ارز دیجیتال شما اطلاعات بخواید، مثلا بهش بگید که فلان ارز رو مثلا برای من تحلیل کن، بررسی کن که تو آینده مثلا چه اتفاقی میفته، براتون بررسی میکنه و میگه که به چه صورت هست. خلاصه برنامه خیلی خوب و کاربردیه. من یه بار دیگه نشون بدم اسم خود اپلیکیشن این بالا نوشته GPT، البته الان چون دوربین برعکس داره نشون میده، GPT در واقع چت GPT، معذرت میخوام، چت GPT. لوگوش هم که همون اول نشون دادم. برنامه بسیار بسیار مفیدیه، اگر دانلود کنید براتون موثره. اگر این ویدیو خوشتون اومد و براتون اهمیت داشت، حداقل زحمت بکشید یه لایکی ما رو بکنید. حالا تا ویدیوهای بعدی انشاءالله. یا علی، خدا نگهدار.